سلام رفقا، من سیدیم و امروز قرار اولین خط زندگیمون رو تو اتوکد بکشیم. قسمت قبل فقط نگاه می‌کردیم و با محیط آشنا شدیم، ولی امروز وقتش خودمون دست به کار بشیم و یه خط بکشیم، مثل یه معمار واقعی. بریم سر اصل ماجرا. شروع کار با دستور لاین. ابزار لاین همون چیزیه که قراره باهاش اولین ترسیممون رو انجام بدیم. میتونی دو جور فعالش کنی. یک، روی آیکون لاین کلیک کنی. دو، یا راحت ترش کن. فقط حرف L رو توی کامند لاین تایپ کن و انتر بزن. حالا اتوکد ازت میپرسه Specify first point، یعنی نقطه شروع خطت رو انتخاب کن. یک کلیک کن روی صفحه. بعدش میگه Specify next point، یعنی حالا نقطه بعدی رو انتخاب کن. تا اینجاش عالیه. اگه یه دفعه پشیمون شدی از نقطه‌ای که زدی، نگران نباش. اتوکد بهت میگه undo، یعنی یه قدم برو عقب. و اگه چند تا خط کشیدی و خواستی انتها رو به ابتدا وصل کنی، یه گزینه باحال میاره به نام Close که خودش براش خطوط رو میبنده و تبدیل به یه شکل میکنه. یه یادآوری از دوران مدرسه، ما 3 نوع خط داشتیم: پاره خط، 2 سربسته، نیم خط، 1 سربسته، 1 سرباز. خط از هر دو طرف بازه و تا بی نهایت ادامه داره. تو اتوکد هم دقیقاً همینا رو داریم. دستور لاین برای کشیدن پاره خط هاست، دستور ری نیم خطه و دستور ایکس لاین خط بی نهایته. خب بریم ببینیم هر کدوم چجوری کار میکنن. دستور لاین که برای کشیدن پاره خط ها بود. دستور ری که تو قسمت درا قرار داره، یا کلیک کن روش یا تایپ کن RAY و انتر بزن. میگه Specify first point، نقطه شروع رو بزن. Specify through point، نقطه‌ای که میخوای ازش رد بشه رو انتخاب کن. و تمام، یه نیم خط داری. دستور X line که کنار ری قرار داره، از نوار ابزار انتخابش کن. یا تایپ کن XL. میگه Specify point، نقطه‌ای که میخوای خط ازش رد بشه رو بزن. بعد چند گزینه جالب داره: Horizontal، Vertical، Angle، Bisect، Offset. هور برای ترسیم خط افقی، فقط خط به صورت افقی ترسیم می کند. ور برای ترسیم خط عمودی، فقط خط به صورت عمودی ترسیم می کند. آنگ یعنی زاویه و فقط خط با زاویه مشخص ترسیم می کند. بایسکت، ترسیم خطوط حول یه نقطه. آفست، خط موازی با خط مشخص ترسیم می کند. برای حالت 2 خط کردن. حالا میخوایم یک تمرین انجام بدیم و نشون بدیم چطور با موس یا عدد وارد کردن ترسیم دقیق انجام بدیم. این تمرینی هست که قراره با هم انجامش بدیم، اما قبلش یه یادآوری دیگه باید داشته باشیم از زاویه ها. قبلا زاویه ها رو خوندیم. خلاف عقربه های ساعت، زاویه های مثبت 0، 90 و زاویه 180 درجه.
و برای زاویه‌های منفی که در جهت عقربه‌های ساعت قرار دارند، هم زاویه‌های منفی 90 و منفی 180. در اتوکد هم به همین صورت زاویه‌های منفی و مثبت داریم. خب، حالا بریم سر تمرینمون. ترسیم را از سمتی که هم اندازه و هم زاویه دقیق دارد شروع می‌کنیم. دستور لاین را فعال می‌کنیم. نقطه شروع را انتخاب می‌کنیم. اگر بخواهیم چشمی ترسیم را انجام دهیم، هر کاری هم بکنیم زاویه‌ها دقیق ترسیم نمی‌شوند. برای این کار باید از روش دیگری استفاده کنیم. ابتدا عدد طول را وارد می‌کنیم. سپس برای وارد کردن عدد زاویه کلید تب را می‌زنیم و سپس عدد زاویه را وارد می‌کنیم و اینتر را می‌زنیم. بعد می‌بینیم که خط با طول 80 و زاویه 0 ترسیم شد. و بعد خطی با طول 42 و زاویه 58 درجه ترسیم می‌کنیم. و خط بعدی با طول 30 و زاویه 0 درجه ترسیم می‌کنیم. و در نهایت گزینه کلوز رو می‌زنیم تا خطها به شکلی بسته تبدیل شوند و تمام. حالا بریم زاویه ها و طول ها رو چک کنیم ببینیم درسته یا نه. درسته، هورا! دیدی؟ اولین ترسیمت رو انجام دادی. حالا دیگه از اتوکد نمی ترسی و یه قدم جلوتر رفتی. تو قسمت بعد یاد میگیری چطور ترسیمت رو ذخیره کنی تا از بین نره. تا اون موقع تمرین فراموش نشه. و اگه هنوز سابسکرایب نکردی همین الان انجامش بده چون تازه اول راهیم. اگه خواستی میتونی خودت تنهایی این تمرین هم انجام بدی. سوالی داشتی کامنت کن کمکت کنم.